نه دوست عزیز. نه این هم مینار یا چهارراه سلطنت گروپ که رسما توسط شهروار محترم افتتاح شد. چهار اطراف شما د خلکو په اساس صبح د خبريالانو په اساس صبح ساسو د هلوزلو څخه جناب شورا صاحب ډیره مننده یو. الله تعالی دې خدمت درکړي نورم. خیر اوسه. سلامت اوسئ. کور ودان. بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. شهر اغلس خوش کلپسیس اسحاق در خدمت شماست. امروز 13 جولای سال 2026 میلادی است. ما در سرک حلقوی مزار شریف هستیم، در نزدیک هتل عروسی بلخ کانتیننتال. در بک‌گراند شما یک مینار مقبول و زیبا را می‌بینید که توسط مجتمع سلطنت گروپ کارش چند ماه پیش شروع شده بود و این عصر یا شام توسط شاروال محترم ولایت بلخ شهر زیبای مزار شریف افتتاح می شود و مجتمع سلطنت گروپ شما می دانید که حدوداً 5-6 هتل در خدمت هموطنان عزیز ما قرار دارد، از ارزان ترین قیمت تا قیمت ترین قیمت در خدمت شما هستند. یعنی اگر از 200 یا از 400 هم بگیرین تا یک غوری شاید تا 2000 هم در خدمت شما باشد. و در از شما همزبی از ما حافظ جان هستند. بار با ایشان مصاحبه کردیم و امشب هم حتما اگر ایشان حضور داشتن امروشان مصاحبه میکنیم و که چقدر مصرف شده، چقدر وقت در بر گرفت، سنگایش از کجا آورده شده، تمام جزئیات با شما شریک می‌شیم. یک خواهش وطندارانه از شما دارم، شما که وطنتون رو خیلی دوست دارین، کانال ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را فشار بدید تا به زودترین پیش‌تر 1000 سابسکرایبر ما پوره شود و بتوانیم که پنل بعدی یا بود بعدی یوتیوب هم پوره بکنیم و بخیر با اهدافی که ما تعیین کردیم ان شاء الله با برکت و حمایت شما به آنجا برسیم. با ما بمانید. وطنداران عزیز، قسمی که در تصویر میبینید برنامه به اتمام رسید و حالا
جناب شاروال صاحب و بقیه مسئولین سلطنت گروپ قرار است که چهارراه را رسما افتتاح بکند. میبینید در تصویر که همه هموطنان عزیز ما و مسئولین درجه که حکومت محلی با افتتاح چهارراه خب ما باید پشت سر بریم و با تکمه جناب شاروال صاحب قرار است که چهارراه یا ایمنار روشن شود. میبینید که هموطنان عزیز ما هم جمع شدن و افتتاح نه دوستای عزیز این هم منار یا چهارراه سلطنت گروپ که رسما توسط شاروال صاحب محترم افتتاح شد. چهار اطرافش هم آتش فشانی است. در تصویر دیدید که این چهارراه سلطنت گروپ رسما توسط شاروال صاحب محترم افتتاح شد. اما از اینکه وقت صرف طعام هستن، میهمانا و باشندگان محل رفتن به هتل نان میخورن. بعد از صرف طعام ما دوباره با مسئولینی که زحمت کشیدن واقعا امروزشان مصاحبه میکنیم و این که چقدر در اینجا هزینه شده اونا را هم حتما پرسان میکنیم. از شما بازم خواهش میکنم که با یوتیوب کانال ما باشید. لاروین مایک از شماست، به خاطر شماست و به خاطر شما زحمت میکشه. فقط یک سابسکرایب به شما کار است. رفتیم ما یک صرف طعام میکنیم، دوباره پس در خدمت شما قرار میگیریم. خوشبختانه با جناب شاروال صاحب پر افتخار شهر زیبای مزار شریف قرار داریم و شما در ابتدای برنامه هم دیدین که چوک رسما توسط جناب محترم افتتاح شد. چند سوال از جناب شاروال صاحب میکنه بعدا مرخص بشیم. شاروال صاحب سلامونه، ستړي مسی، وخت مو بخیر. کور ودان خیر الله دې قدر وکړي خوشاله. سلام هم دا اوس هیوادوال د افغانستان بهر د اروپאי هیوادونو ما او تاسو ویني غواړم تاسو نظر د شهر د پرمختګ په اړه خصوصا د څلور لارو په اړه غواړم واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې دلته چې کوم ملګري راغلي دي د مطبوعاتو ټیم دی او یا نور د مزار شریف قدرمن شاګان راغلي دي، د ټولو نه مخکې د هغو نه موږ تشکري کوو، قدرداني یې کوو، کور یې ورته خیر ونیسي چې په داسې مراسمو کې زموږ سره ګډون کوي. دوهمه خبره داسې ده چې د مزار شریف په ښار کې الحمدلله د امارت اسلامي په راتګ سره د بازسازي او د نوښتسازي او د پرمختګ کارونه، که هغه غټې پروژې دي، که وړې پروژې دي، که سړکسازي دي، که مثلا کادرونه دي، که کانالونه دي، که پلچکونه دي، که منارونه دي، که چوکونه دي، که د شپې مړو تاسو وینو دا تزینتي کارونه دي. بالکل شاباش. نو الحمدلله دا د امارت اسلامي په راتګ سره د خلکو اطمینان حاصل شوی دی. خلک په دې مطمئنه دي چې امارت اسلامي د دې خپل نظام دی او امارت اسلامي پر ملت باندې ډېر ترحم لري، ډېر صله رحمي باندې لري. نو الحمدلله دا د خلکو رضایت دی چې په مزار شریف ښار کې د بازسازي او د نوسازي او د بیا رغونې کارونه ښه په شدت سره، ښه په ډېروالي سره شروع دي. جناب شاروال صاحب، زمانی که شما با هموطنان عزیز ما یا با شهروندان مزار شریف
یک پیشنهاد میتین به خاطر افتتاح یک چاره یا ساخت یک چاره واجبین باز شما پذیرایی میکنن و عاجل اقدام میکنن، دلیلشون چی است؟ برادر محترم، مزار شریف مردم شهر مزار شریف امارت اسلامی با بنمایندگی امارت اسلامی و بنمایندگی شهرولی شهر مزار شریف از مردم و غیور شهر مزار شریف ما قدردانی میکنیم، سپاسگزاری میکنیم از پیش شیخانه شهبات خیر ببینم. اصلا پذیرفتنیش وجهش امی است که ما دو گزینه داریم. خوش یک گزینه امی است که مثلا عصبی قدر ام چیز ما مقبول جور میکنیم، زیباتر و چیش کیفیتش در نظر میگیریم. مردم همون چیز میخواد، کیفیت هم در نظر میخواد، زیبایی هم در نظر میخواد. و دیگه مردم اسلامی یک چیش مردم چی از امارت اسلامی همین تقاضا و امید مردم همین داره. مثلا امارت اسلامی نظام از خود میدane. وجهش کلان وجهش همین است که مردم امارت اسلامی از خود میان، از خودش هست الحمدلله. و کلان وجهش همین است، همکار امارت اسلامی است، همکار ان شاء الله ولایت بعد از او هم است. این همکاریش است که هر دب شهرولی شهر مزار شریف یا دیگه مسئولین ولایت بلخ که برای مردم غیر شهر مزار در بخش بازسازی و نوسازی برش بزنه، والله الحمد اونا قبول میکنه. در آینده پیش رو ان شاء الله بازم افتتاح خواهم داشت بخیر ان شاء الله. الحمدلله ما و شما شاهد از هر افتتاح ما و شما شاهد یک چی افتتاح داریم. ما کوشش میکنیم که زیاد بکنیم. شهرولی شهر مزار شریف دائما صمیم است، متحد است، عهد میکنه و وفادار است که ان شاء الله العزیز تا ختم امی سال 1405 بسیار پروژه گسترده و کلان شهر مزار شریف ما و شما شاهد از او باشیم ان شاء الله عملی شروع میشه. د خلکو په اساس صوب د خبريالانو په اساس صوب تاسو د هلوزلو څخه جناب شورا صاحب ډیره مننه یو. الله تعالی دې قوت درکړي نورم. خیر اوسه. سلامت اوسئ. از اهالی گذر هستیم. نظر ایشان را در رابطه با افتتاح مینار سلطنت گروپ میخواهیم بشنویم. السلام علیکم. شما خوب هستین؟ سلامت. خیرتی است؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ میشه به هموطنان از خود معرفی بکنین اسم مبارک شما؟ به نام خدا، من ضیاءالله عارفی هستم، باشنده همین محل و همچنان استاد دانشگاه بلخ. ماشاءالله. کدام پانزه تدریس میکنین استاد محترم؟ اداره پلیسی و من. به ماشاءالله. چند سال میشه که استاد هستین؟ حدود 8 سال شد. ای ماشاءالله. ما خودم چون دانشجوی اداره و دیپلماسی هستم، از خود استادایی که اداره و دیپلماسی تدریس میکنن در ضمن که ژورنالیسم خواندیم با شخصی او هم خواندیم، دوستشون داریم. به هر صورت دیگه ما را دیگه بسیار خدا کم احساس میکنیم که از شما سوال بکنیم استاد محترم. نظرتان را در رابطه با بازسازی هایی که در مزار شریف جریان دارد و خصوصا مینار که امشب توسط شاروال محترم مزار شریف افتتاح شد می‌خوایم که بشنویم که شما چه گفتنی دارین به هموطنان عزیزمون. خب قسمی که بر همگان معلوم است در اواخر مزار شریف شاهد رشد بی پیشینی بوده. بله. البته هم از لحاظ جمعیت و هم از لحاظ جغرافیا، از لحاظ زیرساخت‌ها. قبلا هم من یادآور شدم در برنامه که افتتاح، ساخت ساز، جاده اینا همیشه نیاز است. البته جزئی از اساسات توسعه شهری است. اگر یک جامعه میخواد به توسعه برسه، چه بخواهیم چه نخواهیم، باید سرک‌های خود، جاده‌ها و امکانات شهری خودش توسعه ببخشه. بدون شک. و افتتاح چهارراه‌ها البته مزایای خودش داره که از اون جمله باعث کاهش تردد میشه، باعث کاهش حادثات ترافیکی میتونه شود و در کنار از او به زیبایی شهر افزوده میسازه که نیازمند است. و چیز دیگه که میخوایم اضافه بکنیم این که این افزایش جمعیت شهری که در اواخر در مزار شریف اتفاق افتاده توجه بسیار جدی میطلبه، به خاطر از اینکه اگر
همسو با افزایش جمعیت اگر امکانات توسعه پیدا نکنه، خدمات شهری توسعه پیدا نکنه، ما شاهد رشد و انفجار جمعیت خواهیم بود و در نتیجه مردم شهر مزار شریف و قلت و کمبود خدمات شهری مواجه خواهد بود که این متاسفانه باز میتونه فاجعه بار بشه. بله، اما شما میبینید در برابرش همین لازم بیش از 100 آپارتمان رهایشی در حال ساخت‌ساز است. پس یعنی نظر شما است که از کارهایی که فعلا حکومت به خاطر بازسازی در مزار شریف میکنن قطعا حمایت میکنه؟ ببینین به عنوان یک شهروند هر کسی اگر یک خشت میمانه با نیت خالصانه و صادقانه بدون شک همگی حمایتش میکنه و ما هم حمایتش میکنیم، به خاطر که خداوند جل جلاله هم ما رو با آبادانی امر کرده و ما در شهر، در جاده، در سرک، در ده، در محل، در قریه، در ولایت خود ما مسئول از این هستیم که باید بسازیم و ساختن و آبادانی اینا مسئولیت هر شهروند است، از شهرداری است، از مسئولین است، از همگی است و بدون شک به عنوان یک شهروند با تمام توان ما حمایت. تقاضایتان از سرمایه‌دارای عزیز ما که نمی‌خوام ما شما در مزار شریف بسیار سرمایه‌دار داریم. منیس یک باشنده، منیس یک شهروند شهر زیبای مزار شریف چی است؟ ببینین نه تنها سرمایه‌دارا ولی میتونیم بگوییم به ویژه از سرمایه‌دارا تقاضا از همه شهروندایی است که ما در عصر زندگی میکنیم که الان مفاهیم بسیار جدیدی خلق شده مثل مفهوم توسعه پایدار و این مسائل. حال دیگه شهرها فقط جاده ها و سرک‌های عادی نیستن، چند تا خشت و کلوخ و اینا نیستن. حال دیگه شهرها تبدیل شدن به یک ترکیب از مجموعه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روانی که در اوج انسان‌ها زندگی میکنن. حالا اگر توجه جدی به وضعیت شهر نشه، معلوم داره ما قبلا هم گفتم که باز شهر از حالت زیست پذیری بیرون میشه. دیگه مردم نمیتونه اونجا زندگی بکنه. حالا مثلا بعضی از نقاط شما میبینین مرکز شهر میبینین ترافیک به چه حد زیاد شده. من خواهش میکنم و تقاضا دارم از مسئولین که در قسمت کاهش تردد، در قسمت کاهش ترافیک این مسائل همیشه توجه جدی نیاز داره و سرمایه‌دارا هم با توجه به اینکه از منابع شهر استفاده میکنن، از آب، پاک، بادی شهر استفاده میکنن، از هر آن چیزی که شهر بر از اونا در قبال یک چیز به نام مسئولیت پذیری اجتماعی دارن که معمولا شرکت‌ها در دنیا حتی دولت‌ها اونا را ملزم می‌سازه که باید شما در قبال میزان آبی که استفاده می‌کنین، چون شما استفاده آب یک شهروند با یک شرکت مقایسه بکنید چقدر تفاوت داره. با توجه به این مسئله اونا مجبور هستن نسبت به دیگران در آبادانی شهر، در بهبود شهر، در توسعه، انکشاف، زیبایی و در حفاظت از محیط زیست شهری بیشتر سعی باشید. بله، شما افتخار ما هستید. سلامت باشید. موفق باشین استاد عزیز. بخیر باشین. بخیر. بله دوستان عزیز، در ابتدای برنامه گفتم که حافظ جان طاهری در ابتدای برنامه با شما معرفی کردم و خوشبختانه در قسمت آخر برنامه با ایشان قرار داریم. حافظ جان سلام مجدد، خوب هستین؟ خیریتی است؟ تشکر، سلامت. در رابطه با شما در ابتدای برنامه با دوستا و عزیزا کلی با گفته بودیم. شاید از دوره دانشجویی گفته باشه. از اون گفته بودیم، از این شاکاریتان هم گفتیم. خدا خیرتان بده شما در ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم. تشکر. چه چیز باعث شد که شما در آبادی شهر مزار شریف سهم بگیرید؟ خب در مجموع دو مسئولیت فردی در قبال جامعه آدم را وادار میکنه. یک به عنوان یک فردی که در جامعه زندگی میکنه و حق اداره جامعه که سر ما تابع مسئولیت ها در بازسازی، توسعه شهری قدر توان هر فرد مسئول است. این مکلفیت بر این نیست که همگان یکسان باشن. همگی به عنوان یک فرد قدر توانش مسئولیت داره در آبادی و بازسازی و توسعه شهری. موضوع دومی که آدم را وادار میکنه، یک شرایط مهمتر از همه این است که فضایی که فعلا مساعد شده باید ما در توانی با همکاری های امارت اسلامی در کنار هم به آبادی خود سهم بگیریم تا یک الگوی برای جامعه در کل جهان حتی بگم که قرار بگیریم و مردم هم بدانند که واقعا این مردم در کنار نظام خود با تمام معنا و جان و مال استاد هستند. چند ماه پیش کار ساخت این مینار را آغاز کردید؟ حدود 8 ماه. 8 ماه میشه. چقدر سرمایه گذاری کردید؟ اگر بالغ از 1.5 میلیون افغانی بالاتر. خیلی پول است. یعنی احساس شما در برابر جامعه واقعا قابل ستایش است. خب یک موضوعی که ما نمیخوایم خدای نخواسته این موضوع تبدیل به یک اصل خودستانی شود. مسئولیت ما در قبال جامعه از این هم کرده بزرگتر است و مسئولیت داریم که در آبادی بازسازی از این که بیشتر سهم بگیریم
و دوستان ما، همکاران ما و کسایی که توانمندی اقتصادیشان نسبت بر خوبتر و بهترتر است، حداقل یک چیزی به یادگار بگذاره که سبای بعد، نسل بعد بر او افتخار میکنه که حداقل گذشتگان ما و کسایی که بودن اینا هم همکار، هماهنگ و در آبادی با سازی بودن. ما در افتتاح برنامه گفتم که در مجموعه سلطنت گروپ شما از ارزانترین قیمت تا قیمتترین قیمت هموطنان عزیز ما یا گفتم تایر جان حفیظ جان طاهری در خدمت شماست. یک موضوع رو بازم یاد بکنم که مبالغه نشه. هر کاری که آدم میکنه تعلق به نیت خود داره. کوشش میکنیم کاری بکنیم که دوستان ما در هر توانی که هستن رضایت کسب بکنن و مراسم‌های عروسیشان را در سلطنت گروپ ما در خدمتشان هستیم و ان شاء الله تعهد ما همی است که شما سال قبل در افتتاح بلخان شاهد برگزاری یک مراسم دست جمعی بودیم که بالای 60 نفر زوج بود و امسال هم بازم ما یک با هتل عروسی تحت اعمار داریم که جدیداً ان شاء الله در ماهای آینده افتتاح میشه و بازم برگزاری یک مراسم عروسی دست جمعی به صورت مجانی شاهدش خواهد بود. واقعا ان شاء الله باز یک ما و شما یک برنامه خواهد داشت مگر حیات باقی بود. ان شاء الله سلطنت گروپ حدودا 5-6 هتل است فکر میکنم داشته. سلطنت گروپ خب برند کاری ما کار میکنیم تحت نام سلطنت گروپ است و چهارراهی را که جدید افتتاح کردیم به نام سلطنت گروپ چهارراهش است و این با داشتن هتل‌های ارک، سلطنت، شاهنشاه، بلخ، ویتال، اطلس و یک سالونی هم تحت اعمار که هنوز خوشبختانه نامش محرم است. محرم باشه. گفتم که از 100 نفر حتی تا 2,500 نفر از شما پذیرایی میکنن. ان شاء الله. افتخار بس نفس جان. همچنان. قربان با شما افتخار میکنم. موفق باشین. سلامت. خوش هستم که شما رو این مسلک ما رو تعقیب میکنید. تشکر. افتتاح منار سلطنت گروپ میخواهیم بشنویم. السلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب هستید؟ خیریتی است؟ بخیر هستید ان شاء الله؟ سلامت زنده باشین. نام شما؟ احمد خوشحال. احمد خوشحال. بله. خداوند شما را همیشه خوشحال داشته باشه. سلامت باشین. قربانتان. در بک‌گراند می‌بینید نامخواه یک منار بسیار زیبا و مقبول دیده می‌شود و توسط سلطنت گروپ امشب رسما افتتاح شد. نظر شما را می‌خوام بشنوم که کار خوبی کرده یا نه؟ خب دقیقاً که مثل که ما شما شاهد هستیم نقش سکتور خصوصی در ارتباط با توسعه در همه زیربناها خیلی مهم و اساسی می باشد. همچنان که ما و شما امشام شاهد ازی بودیم که منار تحت نام سلطنت گروپ بله چقدر مقبول معلوم میشه بله که خیلی نمای همی ساحه را زیبا ساخته با حمایت مالی هتل‌های عروسی سلطنت گروپ و حمایت شهرداری شهر مزار شریف شاهد افتتاحش بودیم. طبعا با حمایت دولت از سکتور خصوصی در توسعه و زیرساخت‌ها خیلی مهم و اساسی می باشد. همچنان که ما شما شاهدش هستیم. امیدوار هستیم شاهد افتتاح بیشتر منارهای در ابتدا به افتتاح این مناره که شما در بک‌گراند می‌بینید نظر یک از هموطنان عزیز ما را می‌خواهیم. سلام علیکم محترم. شما خوب هستین؟ خیراتی است بخیر؟ سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیراتی است ان شاء الله بخیر باشین. نام شما؟ پادشاه خان نعمتی هستم. یک تن از باشنده شهر مزار شریف. پادشاه خان نعمتی. بله. چه کار میکنید؟ ما فعلا دمی هتل کار میکنم، مسئول همینجا هستیم. دمی منطقه هستین مقصد؟ بله دمی منطقه هستیم چون دمی آبادی همین چوک هم کار کردیم خودمون. ها شما یکی از کسانی هستین که در اینجا زحمت کشیدین؟ همین رنگمالش هم ما کردیم. رنگمال هستی؟ بله. چند سال میشه که رنگمالی میکنی؟ یک 3 سال میشه. 3 سال. بله. عالم شاگرد هستی یا خلیفه شدی؟ نه خلیفه هستم. خوب است. چطور معلوم میشه عکسای که طرف چوک؟ بهترین چوک است دیگه، تازه افتتاح کردیم همیشه افتتاحیش بود. دیگه چقدر شما رنگش نداده؟ چند روز خلاص کردین ایره؟ یک 10 روز کار کردیم. 10 روز؟ امروز شاگرد دیگه. چند نفر بودین؟ 2 نفر 3 نفر؟ 3 نفر. 3 نفر 10 روز خلاص کردین.
مطابق با رنگ فرمایشی که اینا برای شما داده بود. با طبق نقشه کار کردیم دیگه. بله معقول معلوم میشه دیگه. بسیار عالی. حالا چوکات مزار شریف افتتاح میشه، به نظر کار خوب است یعنی؟ بله ها، در آبادی کشور سهم داره دیگه. بله سرمایه‌دارا بگه بر پیسه رو چی میکنه؟ بیاین اینجا مصرف بکنه. بله دیگه باید در آبادی شهر هم که ما و شما سهم داشته باشه. کوشش کنیم که شهر ما زیبا باشه، مقبول‌تر شود. مثلا از طرف نمای شب دیگه چک نمای داره بله در شبگردی مثلا با دوستان میگردی خب یک طبیعت زیبا داره شهر مزار شریف. بله نه دوستا دیگه عکس میگیره، سلفی میگیره، چیز دیگه در تیک تاک ها و گپ و سخن در فیسبوک تو کل جای میندازن. بخیر باشی برادر، موفق باشی. خیرتی است. کجا میریم بخیر؟ خوش آمدیم مهمان ما شلالا. قربان. از همتان یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با اسحاقزی ماندن. ما در هتل عروسی بلخ کانتیننتال و هتل عروسی اطلس هستیم. اگر این طرف دور بزنیم مستقیم به بک‌گراند ما او میناره که امشب توسط شاروال با افتخار ولایت بلخ و همراه با مسئولین سلطنت گروپ افتتاح شد میبینید. برنامه را در همین جا به پایان میرسونیم. تا برنامه بعدی که اسحاقزی در خدمت شما قرار میگیره، همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.